با ایرانی بیشتر خوش میگذره ولی زبانت به فنا میره. دوست خارجی پیدا کردن یکم توی BC چالنجینگه، حداقل اینطوری که من دیدم. فرهنگشون فرق داره، یعنی حتی با خودشون هم اینجوری هستن ها. یعنی اینجوری اینکه بیان باهات خیلی رفیق صمیمی بشن، خود کانادایی با کانادایی هم زمان میبره، یعنی اینجوری نیست سریع بیارن به دایره امنشون. یعنی ایرانی‌ها اینجا اینجوری نیستن، حداقل ایرانیایی که من باشون در ارتباط بودم اینجوری نیستن که بگم آدم‌هایی که مراقب باشون دوست نشی و بکنی. ولی وقتی میای اینجا انقدر ایرانی زیاده اینجا که باهاشون هم خب احساس صمیمیت خیلی داری دیگه. مثلا میخوای بری فیلم، کامیونیتی فیلم داره، میخوای بری فوتبال، کامیونیتی داره، میخوای بری هر کاری میخوای بکنی یه کامیونیتی داره. تنها راهش هم اینه که دوست بشی با خارجی‌ها، یعنی با کتاب و اینا خیلی چیز نیست، باید ارتباط برقرار کنی. سلام. خوبی سپیده؟ مرسی از دعوتت برای مرسی از شما که اومدی. قربون شما، انجام وظیفه بود. خب اول خودتو معرفی میکنی؟ بله حتما. من این درسته؟ درسته. من امیرحسینم، سال 3. آره دیگه الان رفتیم سال 3 PhD توی بایومدیکال انجینیرینگ. بک‌گراندم مکانیک بوده، ارشد مکانیک شریف بایومکانیکی کار میکردیم و اومدیم اینجا برای بایومدیکال انجینیرینگ و الان که در خدمت سپیده هستیم. خب چند ساله که الان توی UBC هستی؟ 3 سال؟ 3 سال. من اوایلشون کووید و این داستانا بود آنلاین شروع کردم، به خاطر همین 2 ساله یه جورایی. فوریه 2022 اومدم و میشه 2 سال در واقع رو کاغذ به صورت فیزیکی، ولی از نظر آکادمیک نگاه کنیم سال 3 هم، پس یه چیزی بین 2 و 3. خب موضوع برنامه امروز در مورد زندگی اجتماعی و دوستای آدمه بعد از اینکه مهاجرت میکنه. بعد اولین سوالی که من خواهم ازت بپرسم در مورد اینه که خب تو الان دیگه تقریبا 3 ساله که اینجایی، چقدر دوست و آشنا داری به طور کلی به عنوان یه آدمی که مهاجرت کرده؟ خیلی دوست آشنا اینجا، چون اینجا دانشجویی میای خیلی کامیونیتی های مختلفی از، حالا UBC که اینجوریه، نمیدونم دانشگاه دیگه چجوریه، فکر کنم دانشگاه دیگه هم اینجوری باشه که خیلی کامیونیتی زیاده اینجا. یعنی تو برای مثلا میخوای بری فیلم، کامیونیتی فیلم داره، میخوای بری فوتبال، کامیونیتی داره، میخوای بری هر کاری میخوای بکنی یه کامیونیتی داره. دوست پیدا کردن، دوست ایرانی پیدا کردن خیلی اینجا اگه دانشجویی بیای خیلی راحته. چیزی که من تو خارجی ها مثلا بچهای دیگه‌ای که ورک پرمیت یا ویزیتور میان میبینم که مثلا 6-7 ماه اینجان، 1 سال اینجان، 2 سال اینجان، ولی مثلا خیلی دوست پیدا نکردن، چون که ویزیتوری وقتی میای خب خیلی با کامیونیتی زیادی در ارتباط نیستی، مثلا ورک پرمیت هم همینطور. ولی خوبی استودنت اینه که آره مثلا خیلی ایرانی خیلی زیاده تو UBC که فکر کنم 60-70 هزار تا دانشجو داره، یعنی همچین عددیه تعداد دانشجوهاش. ایرانی هم خیلی داره، به خاطر همین دوست سخت نیست پیدا کردنش. واقعیت دوست ایرانی سخت نیست پیدا کردنش، ولی دوست خارجی حالا شاید تو سوالات هم باشه، دوست خارجی پیدا کردن یکم توی BC چالنجینگه، حداقل اینطوری که من دیدم. تو خودت دوستا این میگی خیلی دوست و آشنا داری، خب چند درصدشون ایرانی هن؟ چند درصدشون همین فکر کنم شاید 95 درصدشون ایرانی هن. 90 درصد 95 درصدشون ایرانی هن. یه لب میتا و اینان که مثلا یا مثلا سر کلاسی با یکی باشی خارجی هن، معمولا ایرانی هن کسایی که باشون در ارتباطی. بعد کجایی هن اون دوست دارید که اون لب میتامون از جای مختلف هستن، از آمریکا هستن، از خود کانادا هستن، حالا بعضیشون مثلا فرست نیشن، سکند جنریشن و فرست جنریشن و اینا هستن، مثلا برزیل به دنیا اومده ولی اینجا بزرگ شده، یعنی یه جورایی نیتیو به حساب میاد. بیشتر آمریکایی کانادایی هن بچه های لب ما.
پس مدلی که با اونا ارتباط داری فرق داره با مدلی که مثلا با دوستای ایرانی در ارتباط ببین آره هستی؟ دیگه، آره یه جورایی. آخه میگم خارجی، حالا میگم حالا شاید اینجا اینجوریه، مثلا کسایی که تو ونکوورن خیلی فرندلی ان، یعنی اینجوری نیست من بگم آدمای بدی، اتفاقا خیلی آدمای نایس و فرندلی ان. حالا با خودشون هم من صحبت کردم اینو میگن که خیلی نایس و فرندلی ان، ولی اون باندی که مثلا تو با ایرانی داری هیچ وقت با اونا نمیتونی تشکیل بدی، چون که فرهنگشون فرق داره. یعنی حتی با خودشون هم اینجوری هستن یعنی اینجوری اینکه بیان باهات خیلی رفیق صمیمی بشن، خود کانادایی با کانادایی هم زمان میبره، یعنی اینجوری نیست سریع بیارن تو دایره امنشون. ولی وقتی با ایرانی‌ها دوست میشی دیگه مثلا میبینی که خیلی آدمای نایسی ان و آدمای باحالی ان. یه چیز دیگه من بگم اینه که من قبل اینکه بیام اینجا فکر می‌کردم که یعنی شاید خیلی دیده باشین مثلا میگن مراقب این ایرانی‌ها باشین و نزدیک ایرانی‌ها نشین و خیلی آدمای به درد نخوری ان و فلان و اینا. من اینجوری ندیدم. من واقعا هر کی ایرانی دیدم، حالا شاید مثلا البته خب جامعه دوستای من آدم مثلا چه میدونم مارکت فلان جا نیست، مثلا بچه‌ها یو بی سی ان تقریبا همشون آدم‌های درست حسابی هستن، یعنی ایرانی‌ها اینجا اینجوری نیستن، حداقل ایرانیایی که من باشون در ارتباط بودم اینجوری نیستن که بگم آدم‌هایی ان که مراقب باش باشون دوست نشی و فلان و اینا. در حالی که مثلا تو ایران بودیم گفتم مراقب باش، ایرانی‌ها خیلی ازشون فاصله بگیر. فکر می‌کنی چرا اینطوری میگن؟ این میگن مثلا از ایرانی‌ها فاصله بگیری؟ نمیدونم، شاید مثلا برمیگرده به فرهنگمون یا نمیدونم که مثلا میگن. حتی واقعا هم من خب مثلا یه سری کشورها دیدم که مثلا ترکیه، من مثلا دیدم که ایرانیاش یه سری آدمای مثلا هستن که میان ازت پول میخوان کلاهبرداری میکنن، یا مثلا اینجا هم همچین وایبی و مثلا قبل اینکه بیام میگفتن مراقب باش اینا، ولی من ندیدم. شاید میگم حالا تو ونکوور دو تا چیز داره دیگه، دو تا منطقه داره که خیلی ایرانی نشین زیاده، و نورت ونکوور و کوکیتلام، که نورت ونکوور قدیمی ترها هستن، کوکیتلام جدید ترها، چون کم ارزون تر بود که الان با توجه به قیمتایی که رفته بالا دیگه همشون گرون. ولی مثلا اونجاها شاید باشه، شاید آدم‌هایی با بک‌گراندهای مختلف ببینی، شاید این داستان‌ها بیشتر مثلا مصداق پیدا کنه. ولی من تو SFU و UBC یعنی بچه دانشجوی ایرانی که دیدم واقعا آدمای خوبی بودن. یه نکته دیگه درباره این مثلا دوست پیدا کردن، این من تو ایران بودم خیلی تو ذهنم این بود که فقط برم با خارجی‌ها دوست شم. حالا اون چیزی هم که شنیده بودم بود و این که مثلا گفتم برم با کالچرهای مختلف آشنا شم و اینا. ولی وقتی میای اینجا انقدر ایرانی زیاده اینجا که باهاشون هم خب احساس صمیمیت خیلی داری دیگه، چون به هر حال کلی چیز مشترک دارین بک‌گراند. وقتی باهاشون میگردی دیگه کامفورت زونت میشن ایرانیای اینجا و دیگه میگی چه کاریه برم کلی زحمت بکشم، زبان جدید، نمیدونم کالچر متفاوت اینا، میری با بچهای ایرانی دوست میشی. حالا مثلا من یه توصیه بخوام بکنم اینه که خیلی سعی کنین خودتون رو از کامفورت زونتون خارج کنین، برین با خارجی‌ها دوست بشین، چون که بالاخره شما اینجا قرار زندگی کنی، زبان خیلی مهمه و وقتی با ایرانی‌ها هستی همش داری فارسی حرف میزنی. مثلا من خودم فکر کنم ایران انگلیسی بیشتر حرف می‌زدم تا اینجا، چون بالاخره با پوزیشن پیدا می‌کردیم، مصاحبه می‌کردیم با استادا. اینجا همش با ایرانی‌ها صحبت می‌کنیم و خیلی مثلا ایرانی‌های اینجا میگم بچه‌های خوبی هستن دیگه، احساس راحتی می‌کنی نمیری دوست شی. برای همین یه توصیه دارم اینه که سعی کنین از کامفورت زون یکم خارج شین، بریم با خارجی‌ها، اشتباهی بارو نکنین. هم موقعی که می‌خوام بیان این تو ذهنشون هست، نمیدونم تو هم تو ذهنت بود یا نه، مثلا میگفتن بریم با خارجی‌ها نمیدونم فلان اینا، مثلا من اینجوری بودم. ولی میای اینجا میبینی نه، مثلا ایرانی‌ها وقتی خوش داره میگذره چرا زحمت بکشی، ولی این زحمت‌ها رو بکشین. خب به نظر چرا مهمه که آدم دوستای خارجی هم داشته باشه؟ خب به هر حال تو اینجا قراره زندگی کنی، قراره کار کنی، بعد مثلا با سر کار وقتی میری خارجی هم خیلی ها لب میتای مثلا من همشون خارجی هم. حالا رشته ما اینجوری بعضی بچه‌ها هستن که لب میتاشون هم همه ایرانی ان، اونایی که دیگه هیچی کلا اصلا با خارجی در ارتباط نیستن، ولی لب ما خیلی خارجی ان. مثلا خب وقتی با ایرانی همش صحبت کنی لنگویج بریر داری، سخته تو باشون ارتباط بگیری، همین پس فردا تو مقیاس بزرگ سر کار می‌خوای بری پیش میاد برات. بعد یه حالت چیز میشی دیگه، یه حالت آیسولیتد میشی وقتی که انگلیسیت خوب نباشه. تنها راهش هم اینه که دوست بشی با خارجی ها، یعنی با کتاب و اینا خیلی چیزی نیست، باید ارتباط برقرار کنی. سخت هم هست دیگه، گفتم کامفورت زونت باید خارج شی، ولی
نشی بعدها به مشکل میخوری. حتی همین الانش هم مثلا میگم ما چون با ایرانی‌ها زیادی میبینم که مثلا بعضی موقع مثلا با مثلا بچهای لبمون میریم صحبت میکنیم و اینا، لنگویج بریره هست همیشه. یعنی دیگه چون که تو به هر حال یه ایرانی تا بیای نیتیو هم بشی، نیتیو که هیچ وقت نمیشی، ولی تا بیای مثل اونا بشی زمان میبره. یکم توضیح میدی لنگویج بریر چیه؟ لنگویج بریر ببین مثلا یه قسمت لنگویج بریر که اصلا خیلی فرهنگیه، مثلا مثل من و تو که درباره مثلا خانه به دوش و نمیدونم فیلم‌های قدیمی صحبت می‌کنیم زیر آسمان شهر، اونا میان درباره یه چیزایی صحبت می‌کنن که تو هیچ دیدی نداری. درست. این اصلا تو هر چقدر آیلتس مثلا 12 هم داشته باشی که نداریم، اینو باید تو بطن جامعهشون باشی، زمان هم میبره. یعنی واقعا باید 4-5 سال باهاشون حداقل باشی که یه ذره بفهمی. حالا غیر از اون اصلا انگلیسی صحبت کردن عادی هم وقتی خب لنگویج بریر داری، مثلا میخوای یه چیزی بگی تته میکنی، سختته فلان اینا، بعد یه احساس چیزی میکنی، یه احساس خوبی به دست میاری، من نمیتونم صحبت کنم. سر همین هر چی زودتر بری با خارجی‌ها صحبت کنی و خودتو یعنی 100 رو بشکنی، بهتر میتونی با جامعه اخت پیدا کنی. وگرنه باید فقط با ایرانی‌ها دوست باشی و خوشم میگذره. ولی میگم چون میخوای تو بلند مدت اینجا بمونی، لازمه که انگلیسی هم بلد باشی. پس به نظرت با ایرانی‌ها بیشتر خوش میگذره؟ با ایرانی‌ها بیشتر خوش میگذره، ولی زبانت به فنا میره. بعد خودت مثلا کسی رو دیدی، حالا میگه خودت خیلی اینجوری نبودی که دوست خیلی مثلا نزدیک خارجی پیدا داشته باشی، مثلا کسی رو دیدی توی خود جامعه ما ایرانی‌ها بتونه مثلا خیلی نزدیک بشه، با یه سری دوستای خارجی داشته باشه، باشون بره بیاد، مثل جوری که مثلا ایرانی‌ها با هم هستن؟ آره خیلی فکر کنم. تو خودت فکر کنم یکی دو تا دوست چیز داشتی که فارغ شدن اینا، مثلا با هم نزدیک تقریبا بودی. بقیه هم دیدم مثلا چند تا دیگه بچه‌ها هم هستن که حالا مثلا اونا هم اینجوری هستن که دوست نزدیک دارن. اتفاقا بعضیشون هم هستن میگن که مثلا معمولا البته نیتیو نیستن، مثلا مال مثلا کره، چین اینا من دیدم بچه‌هایی که دوست نزدیک، یا هندی مثلا دیدم بچه‌هایی که دوست نزدیک دارن. یا مشترک‌تر هم هست از نظر کالچر. ولی بچه‌هایی که من بگم دوست کانادایی خیلی نزدیک دارنم، من حضور ذهن ندارم، ولی قطعا هستن، اینجوری نیست که نباشن. چون کانادایی خیلی نایس هم داریم، حالا کلا یه مقدار سرد هستن کاری، ولی مثلا آمریکایی‌ها مثلا تو لب ما بچه‌های آمریکاییمون اتفاقا خیلی آدمای گرم و نایسی هستن. ولی مشکل اینه که تو خودت چون لنگویج بریر داری، خودت هم یه مقدار چیز میشی، یه مقدار فاصله میگیری ازشون. یعنی چون مشکل زبان داری، خودت هم حتی بعضی موقع نمیری مثلا باهاشون ارتباط بگیری. برای همین میگم باید باهاش مبارزه کنی، بری باهاشون صحبت کنی. یا چرا اتفاقا شاید دوستای خیلی صمیمیت هم بشن، یعنی باید بری به سمتش. درست. شاید بشن. آره. خب بچه‌ها، مثل همه مصاحبه‌ها آخر مصاحبه من اومدم که آخرین سوال رو از امیرحسین بپرسم. با توجه به همه حرفایی که زدی و اینکه میگی مثلا یه وقتای آدم توی ایران هست یه جور دیگه فکر میکنه، ممکن که بیاد اینجا کلی دوست خارجی پیدا کنه و میاد میبینه شاید اونجوری که میخواد پیش نره. برای کسایی که دارن اینو میبینن و هنوز نیومدن، یه دونه 2 تا نکته که به نظرت میتونن در نظر بگیرن یا میتونن مثلا رشدش بدن توی خودشون قبل از اینکه بیان اینجا، در مورد زندگی اجتماعیشون، اگر به ذهنت میرسه با توجه به تجربه خودت بگو برام. رو به دوربین. نکته که خیلی زیاده، ولی اولیش اینه که زبان بخونید تا میتونید زبان بخونید، چون که هر چقدر بخونید کمه. چون اینجا میبینید که هر چقدر بخونید باز یه سری اصطلاحاتی هست که نمیفهمی و اذیت میشی در بلند مدت. تا میتونید زبان بخونید، فیلم و سریال این چیزا ببینید، فرندز ببینید، حالا غیر از زبان حالا میکنید. امیرحسین مرسی از اینکه وقت گذاشتی و اومدی تجربتو با بچه‌ها شیر کردی و همین دیگه. مرسی از اینکه اومدی، امیدوارم که موفق باشی. اگر که مرسی از تو که دعوت هم کردی و امیدوارم که آره تلاشتون رو بکنید و آرزوهاتون خاطره شه.
خیلی قوی بود. قربون شما. مرسی. مرسی، ممنون از اینکه ویدیو رو نگاه کردین و خدافظ. خدا